أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای را که با ما و شما فرصت عنایت کرد. باز در مورد مسئولیت های خود ما، در مورد مشکلات گوناگون زندگی با هم بحث و مذاکره میشینیم. امیدوار هستم که این لحظات الله تعالی در حسنات ما و شما حساب بکنه و از این برنامه ها چیز به نفع خود ما و چیز هم به نفع اجتماع ما استفاده کرده بتونیم. باشد که در یک فردای صلح و صفا آرامش زندگی بکنیم، بندگی الله به وجه احسن انجام داده باشیم، اوامر و دستورات اسلام عزیز ما را با جان و دل ما پذیرفته و در عمل خود ما پیاده کرده باشیم. و می تمنا باز میریم به دوام صحبت های هفته های قبل. ما از حال و احوال خانواده‌های خود ما خصوصا در غرب بعض مطالب را بیان میکنیم که برای ما درس و عبرت باشه، برای ما یک تعیین سرنوشت بکنه که ما چطور میتونیم یک زندگی آبرومند با عزت که الله هم راضی باشه و خود ما هم خوشنود این زندگی چند روزی دنیا را پیش ببریم. در این صحبت ها قصد ای است که با مثال های زنده بدون از اینکه کس را ما خدای نخواسته جرح بکنیم یا نام کس را بگیریم، این حادثه ها و واقعات حقیقی که رخ میده و رخ داده در بین فامیل های ما، ای را من حیث یک پندار و من حیث یک درس ازش استفاده مفید کرده باشیم. اگر داستانهایی از سعادت و خوشبختی یک عائله هست، او سرمشق برای خوشبختی و سعادت ما باشد. اگر از یک مشکل، از یک شقاوت و بدبختی، یک نابسامانی در داخل یک خانواده اگر حکایه میکنه، این یک درس باشه برای ما که ما اجتناب کنیم، ما احتیاط کنیم، ما او کار را نکنیم که در خانه های ما نابسامانی و جنجال و کشمکش ایجاد شود.
بنابراین از شما عزیزا هم تقاضای من هست که شما هم در این برنامه مستقیما سهیم شوید. تلفن ها باز است. شما میتونین که اگر در داخل که من صحبت میکردم شما داخل شوین، این داخل شدن شما مزاحمت نیست، بلکه میخواین شما هم مطلب بیان بکنید. طبعا در همین مورد باشه. اگر سوالاتی هست که فقهی است یا یک مشکل غیر از این برنامه هست، او را باز به فرصت به حوصله در برنامه های بعدی ازش یاد آوری بکنیم. تلفن ها باز است. شما عزیزان میتونین که گفتنی های خودتان هم بیان بکنید. حال من از یک حکایت از یک خانه ساختن یک جوان مسلمان، یک جوانی که غیر غربی هست، یک جوانی که از کشورهای با حساب شرق هست، بگوییم از کشورهای عربی هست، یک برادر مسلمان ما که در آلمان زندگی میکنه، این اقدام به یک کار خیر کرد و یک همسر برای خودش انتخاب کرد و این همسر یک دختر آلمانی که تازه مسلمان شده. اینا موافقت کردن که با هم زندگی مشترک انجام بدن، با هم زندگی مشترک تشکیل کنن. طبعا وقتی یک آلمانی مسلمان میشه، اگر پسر است، اگر دختر است، اگر مرد پیر است، اگر جوان است، اگر خانم است، اینا وقتی در این اجتماع و اسلام پناه میارن، در آغوش اسلام اینا خودشان داخل میکنن، طبعا در اجتماع خودشان، در ماحول خودشان اینها منفور میشن. او کسایی که قبلا با اینا آشنایی داشتن، خانوادیشان بودن، از اینها خودشان دور میکنن و اینها را مثل که ما بگوییم از جمع خودشان میرانن و آسان نیستی کار. این همیشه اسلام و مسلمان ها همه طور حالت ها را سپری کردن. اجتماعی اینها هم شاید که این کارشان به حساب خودشان پسندیده باشه که یک کسی از جمع خودشان اگر بیگانه میشن، بیرون میشن، ایره خائن فکر میکنن. مثل که در هر جا همینطور است. یک کسی از یک کشور به نفع یک کشور دیگه میره، از یک دین به طرف یک دین دیگه میره، از یک حزب به یک حزب دیگه میره. طبعا برای کسایی که قبلا با اینا بوده دشوار تمام میشه. بنابراین اینها هم چون آل دین است، این دین هم دین حق، دین اسلام هست، دین عزیزی که سرنوشت بشریت تعیین میکنه، خوشنودی و فلاح و رستگاری پیروان خودش تضمین میکنه. و این دین طبیعی است که انسانهایی که فکر میکنن، انسانهایی که اندیشه میکنن و انسانهایی که جستجوی حقایق دارن، اینا را خداوند عزیز راه برشان نشان میدن، دلهایشان را باز میکنن، راه هدایت برشان نشان میدن. طبعا خواهرای عزیزی که به این دین مشرف میشن، اینا باز برای یک سرپناه، برای یک سرپرست برای خودشان ضرورت دارن. از آغوش فامیلشان رانده میشن. اینجا به نام دموکراسی شعار میتن که هر کس حق داره راهش خودش انتخاب کنه، دینش خودش انتخاب کنه، به هر شیوهی که لباس میپوشه، به هر شیوهی که صحبت میکنه، آزادی بیان فلان، بسیار از آزادی های به حد و حصر صحبت میکنه، اما بسیار از اینها شعار هست. در اینجا هم وقتی اگر آزادانه باشه دینش، وقتی یک کسی بخواید یک دینی را قبول بکنه، نباید که پدر مادرش متأثر شوند یا اجتماع ازش منفور شود، ولی میشه. خصوصا دخترها خودشان بالکل تنها احساس میکنن، دیگه در خانه بیگانه میشن. اینا اسلام غریب. حال ما ایره با تمام وجود ما لمس میکنیم این حالت در اینجا. خب این خواهر مسلمان شده، از آغوش فامیل رانده شده،
در یک اجتماعی که در وجود مسلمان ها و غیر مسلمان ها زندگی میکنن، مسلمان ها در اقلیت هستن، حالی ای بی بی میخواه برای خودش یک همسر، یک سرپرست، یک همراز پیدا بکنه. طبعا دیگر خواهرایی که مسلمان هستند در اجتماع هستند، اینا با هم تماس میگیرن، بالاخره یک برادری را پیدا میکنن، یک کسی پیدا میشه که این خواهر با او ازدواج بکنه. در محفل از این برادر عزیز ما و این خواهر عزیز ما هم شرکت داشتم. عقد نکاحش بود. طبعا بچه ها، مردها با هم نشسته بودن، محفل جدایی داشتن. پیش از اینکه عقد بکنن من از داماد پرسان کردم که داماد عزیز، اگر که خانمت تو را مجبور بسازه که بزنیشه، با چی میزنی؟ در اینجا که در غرب معمولا برای ما اینا راه های جستجو میکنن، از کتاب ما، از عقاید ما، از فقه ما، از چیزایی که ما با او سر و کار داریم، مسلمان از او منبع ها استفاده میکنه، برای خودش یک راهنما میگیره. اینا هم زیاد کنجکاوی ها کردن، گویا به قول خودشان خلاهای در دین ما یافتن و اونا را اینا همیشه پیشکش میکنن و اعتراض میکنن و جایم که کسی اگر معلومات نداشت اونا را سبب اذیتشان میسازن. از اون جمله یکی همی است که مسلمان ها زناشان هم میزنن. حتی در قرآن هم آیتی که در این مورد هست، اموره تنها اموره مشخص میکنن، نه پایان نه بالا، هیچ کدام از اوره، فقط خودش هم میگن که ببینین قرآن میگه که زنه بزن. من هم در این چیز ما یک شوخی داشتم، من چنان میخواستم روی دیگر جوانایی هم که بودن، آلمان های نو مسلمان هم بودن، من قصدن این سوال کردم که داماد اگر خانم تو خودت مجبور بسازه که بزنیشه، با چی میزنیش؟ همه جوان ها غلغله کردن که این چی سوالی هست که میکنین؟ آل زمان زدن خلاص شده، آل ما انسان ها هستیم، با حرف با زبان ما صحبت میکنیم، نه با دست و پای ما. خب من اصرار کردم که اگر شما نتونستین، مجبور شدین، مثلا از هر در پیش آمدین و خانم جنجال آفرین است، اسیانگر است، پرخاشگر است، با شما سر ناباشم داره، شما نصیحت کردین، چیزهایی را که یاد داشتین کردین، ولی که راه جز آل زدن نمانده. تو باید اگر نزنی دیگه چاره نمانده. ما آل پرسان میکنیم که چی میزنی؟ همراهی چی میزنی خانم؟ بعضی کسا هستن با کارد میزنن، با بوکس میزنن، با چوب میزنن، با سیم میزنن. سبحان الله. هر کدامی با مو طریقی که خودش برش عادت کرده یا اموره برش پسند کرده اینطور معامله میکنه. متاسفانه که با اسلام سر و کار نداره. این همون خشم و غضب مردانگی هست که او را میخواین فروکش کنن با زدن یک کسی، با جرح یک کسی، با توهین یک کسی، با هر چیزی که هست. خب باز هم من اصرار کردم که شما درست است که وقت زدن نیست، انسان هستیم، ما با حرف میفهمیم، با نصیحت میفهمیم، ولی شما نتونستین، با هر راهی که پیش آمدین بالاخره شما دیگه چاره نیست تا دست بالا نکنید. بالاخره داماد گفت که با مسواک میزنم. ما مفهوم همین زدن همی است که شما دستتان بالا میکنین برای خانومی که سرکش است، نه ای که خانومی که یک بار یک خطای، یک اشتباهی از سر زده، ما فوری اولین برخورد ما، اولین علاج ما زدن دادن باشه. نه خیر، طور نیست. هر کسی که کارم میکنه پیش الله، پیش دین ما مسئول است. این شیوه اسلامی نیست که یک خطایی را، یک اشتباهی را به مجرد که ما متوجه میشیم یک اشتباه سر زده، با خشونت و با زدن و با مشت و لغت جلویش بگیریم. این شیوه درست اسلامی نیست.
به هر ترتیب آل خانم اسیانگر است، نمیشه. گفت که ما او را با مسواک میزنم. پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم میگن که در روی کسی نزنین، چاپ دست شما نمانه، ولو اولادتان است. برای تربیه میخواین یک کار بکنین، در رویش نزنین، در سخت نزنین، چاپ زدن شما در بدنش نمانه. مثل از این که شما نشان میتین که من بسیار قهر شدم بالای تو، با این عملی که تو انجام دادی حال دستم بالا میکنم، میزنم. ببینیم که عزیز تلفن کرده. بله، السلام علیکم، برنامه رحمت است. الو، سلام علیکم. وصال حق جانم، بفرمایید. وصال حق است. خب میخواستم به برنامه استاد، به برنامه زندهشون وصل شم. اما وصل هستین شما، مستقیما صحبت شما را میشنویم. بفرمایید. شما از کجا زنگ زدین؟ خودتون معرفی کنین اگر میخواین. اگر نمیخواین میتونین که بله، ما محمد هستم، از آلمان زنگ میزنم. بفرمایید آقا محمد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشین استاد. فقط تشکر میکنم از زحمتایی که میکشین برای راهنمایی مردم و از تمام دستورکارها و استاد انصاری خودتان و دیگر استادایی که شبکه وصال حق زحمت میکشن. باز فراوان داریم. فقط یک سوال داشتم که چطور میتونیم زندگی عامیانه خود ما، یعنی اگر کسی که میخواد ازدواج بکنه چطور میتونه یک زندگی بهتر یا یک زندگی خوبتر داشته باشه. با یک پیشنهاد کم داشتم برای شبکه وصال حق که یک کم دلایل‌های زیادتر علمی که قرآن واقعا کتابی هست که کلام الله هست و دلایل منطقی علمی هم اگر دستندرکاران شبکه وصال حق کوشش کنن که بیان بکنن در برنامه‌هایشان یا اضافه بکنن بسیار خوب است. تا که اکثر جوانایی که مثلا در اروپا بعد وقتا یک کمی که استفادهشون ضعیف میشه به اسلام یا بعض چیزهای دیگر، پس زمانی که برنامه‌های علمی که میبینن که میدونن قرآن واقعا کلام الله هست، بعد موقع دوباره مستحکم میشن سر ایمان خودشان. و امر دیگه نیست و بسیار سپاسگزار هستم از شما و از تمام دستندرکاران برنامه. بسیار تشکر آقا محمد، لطف کردین. پیام شما را گرفتیم. خداوند شما را سرفراز داشته باشه. ما هم برنامه‌های ما به می تلاش هست که یک زندگی بهتره برای عزیزای ما، برای امت مسلمان خود ما پیشکش کنیم که اونا چگونه میتونن زندگی بهتری داشته باشن در همین عمر کوتاهی که داریم. بله، این برادر عزیز ما وقتی که گفت با مسواک میزنم، ما دوباره حرفش قطع کردم و گفتم که بالاخره شما میزنین. شما که گفتین حال دوران زدن گذشته، ولی که شما با مسواکتان خانمتان زدین. بعد میخواستم، اصلا قصد من می بود که ما در یک حالت باید باشیم که در کشور که همیشه با ضربین‌های بسیار قوی دنبال اسلام گرفتن، مسلمان ها را دنبالش گرفتن که هر کار یک مسلمانی که فقط اسمش اسلامی هست ولی هیچ معلوماتی از دینش نداره، در عملش هیچ از عمل اسلامی، از اخلاق اسلامی بهره مند نیست، ولی یک کار اشتباهی میکنه، فوراً وقت نامش گذشت میگن که مسلمان این کار کرد. که حتی به اعتراض یکی از بزرگان کلیسا هم اینا مواجه شدن، خصوصا مطبوعات، که شما چرا وقتی یک مسلمان یک کار را میکنه و اسلام میچسبانید؟ خیلی اترک باشه یک آقای اگر به نام پیتر باشه یا فلیپ باشه، اگر یک جرم انجام میده، شما به عیسویت یا به یک دین دیگه هم اینا را متهم بکنید. طبعا یک مبارزه خیلی نامردانه است برای علیه اسلام. این نوع نیستی کار است. وقتی اسلام ظهور کرده باش همه طور برخورد نامردانه میشه. طور دلیل نیست، قانع کننده چیزهایی ندارن که با اسلام مبارزه کنن. اسلام همه دروازه های علمی، منطقی، اخلاقی، سیاسی،
نظامی همه درها رو بروشون بسته کردن، نمیتونن جز اینا که افتراعات و دروغ و کذب به دامن اسلام یک چیزی را بچسبونن. به هر ترتیب ما عرضم بر جوانها در وجه این بود که ببینین وقتی یک خواهر به اسلام می آید و این یک امید از جوانای مسلمان داره که سرپرستی از این وقتی میگیرن اینا اسلامی عمل کنن. چرا به خاطر اسلامی قربانی را قبول کرده که از آغوش خانواده خود دور شده. ما با این برادر عزیز عرضم این بود که بازم ببینیم تلفن است. بله سلام علیکم. استاد سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد صلادین خیر از مشن با این زحمت شما میشم استاد. خواهش میکنم بفرمایید صلادین خان. استاد خوب است؟ شکر الحمدلله. بفرمایید. سوال دارم خارج از موضوع برنامه شما اجازه دارم سوال بکنم؟ بفرمایید ببینیم ان شاء الله یک رابطه خواهد پیدا کرد. بکنید ما چیز درباره سگای ما صحبت می‌خواستم بکنم که ما در جای کار میکنم که در پاری مسجد جای کارم مسجد ترکاست. بله. و ما در اونجا که وقتی که میریم نماز میخوانیم ملایما ما ریش نداره. یعنی ما بزرگوارای مثل شما شنیدیم که وقتی کسی که ریش نداره او پیش نماز شدن نمیتونه. موضوع دیگه وقتی نماز استاد میشن پاچای پاتون خود بالا نمیکنه. بجلک پایشون پیدا نیست. بله. بله. اگه بجلک پای معلوم نباشه وقت نماز نمیشه قطعا باشه و نماز باید دوباره بگردن نماز و اگه سوانت پرونه داره و در وقتی که الحمد شریف که میخوانن باز داخل صدای بلند میگن. بله. چیکار بکنیم این موضوع رو استاد؟ میتونیم بیشتر از ما نماز بکنیم بخاطر که ما نیم ساعت وقفه داریم در بین کار ما تفریح خود یا پاوز خود همونطور ما یاد ساختیم که بتونیم نماز جماعت روز جمعه رو بتونیم بگیریم. در مسجد افغانا بسیار دور است 17 کیلومتر رسیده نمیدونیم در نیم ساعت. سال چیکار بکنیم اگه کوچک بر ما روشنی پتی قربان بدیم؟ بسیار تشکر. ما یادداشت کردم صلادین خان یادداشت کردم. قربانتون جناب استاد. خواهش میکنم مهربانی کنید. شما شاید خوش برتون میگم. خدا به سلام علیکم. تشکر. زنده باشین به شما همچنان. خواهر و برادر عزیز ما وقت این برادرای جوان ما وقت به این رقم احساساتشان قابل تمجید است که از اسلام استقبال میکنن، اسلام دوست می‌داشته باشند. ولیکن بعض کم تجربگی ها هست که در اجتماعات ما موجود است. جوانای ما وقت خودشان بدون از اینکه پدر مادر مسلمان باشه یا پدر مادرها مسلمان هستن ولی در کشوری هستیم که اینا اسلام عملی نمی کنن، بچه های جوان، دخترای جوان اینا الحمدلله که جای بسیار سپاس و شکران است که الله متعال این نسل جوان به اسلام مشرف میکنه و به اسلام اینا را مزین میکنه که اینا متمسک به دینشان باشن. بهتر از پدرها، بهتر از بزرگها اینا به اسلام علاقمند میشن. خب یک سلسله نزاکت هایی هم است در خانه های ما و شما که اونا را اگر پدرهای هوشیار، مادرهای حکیم اینا به اولادشان نرسانن، از اونا این اخلاق و این کلتور انتقال نکنه، بچه ها دخترها در بعض نزاکت های خانوادگی بی تجربه می باشن. بر ترتیب برای برادر توصیه ای بود که وقتی اونا شما را برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز شما بزرگوار چه دارین؟ جانتان جورس بخیر هستین؟ الحمدلله. از کجا شما صحبت کردین؟ میگوین خودتان معرفی میکنین؟ نام محمد اشرف است، از ریاض با تماس شدن فعلا مقیم سویدی هستم. بفرمایید برادر عزیز اشرف خان بفرمایید. استادم سوال ما می است که در رابطه با جوانایی که دیگه صحیح با نماز نمیان، یعنی که آمرکم یک رقم میگردن با یک حالتی که بیخی قریب از اسلام که بیخی خارج واری، چه قسم دامی رابطه شما میتونن که من یادداشت کردم برادر عزیز اشرف خان، اگر قطع شده خیر من یادداشت کردم سوال شما.
و خواهر عزیز و برادر عزیز یه عرض کردم که شما ببینید که یکی از اعضای خانواده که قبلا به دین اسلام مشرف نبودن اینا آمدن به دین اسلام مشرف شدن. حال وقت با آغوش شما با آغوش یک خانواده مسلمان میاین با یک زیر سرپرستی یک پسر مسلمان اینا داخل میشن، شما احساس کنید که او تنها بودن. جز اسلام او را از آغوشش کسی دیگه دور نکردن و به خاطر اسلام در آغوش شما آمدن. پس شما باید چی مسئولیت دارید؟ چی مسئولیت داشته باشید؟ چه رقم استقبال کنید؟ نه تنها شما شوهر او هستین، آل پدرش هستین، مادرش هستین، برادرش هستین، خواهرش هستین، همه کسش هستین. چنان قدر کنین مثل که شما از اسلام قدر میکنین. این تحفه الهی است برای شما. این آماده پذیرش تمام اسلام در بست هست. با شما خداوند اتیار لطف کرده، کارتان آسان کرده. بنابراین شما اولا از الله تشکری کنید که خدایا، یعنی نیکبخت مردی هست که زن صالحه نصیبش شود. زن صالحه نصیب هر کسی نمیشه. خوشبختترین مردهای دنیا هستند که زنای صالحه نصیبشان میشه. بنامی رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام استاد محترم، خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. خواهر عزیز بفرمایید. بخشید میشه که گوشی را گوشتان بگیرین؟ سوال داشتم. گوشی را خواهرک عزیزم نمیتونم. شما اگر گپ خصوصی دارین میشه با من بعد از برنامه زنگ بزنین، من تلفن میگیرم. همین شماره را که شما دارین بعد از برنامه که خلاص شد شما زنگ بزنین بریم لطف کنید. ان شاء الله. تشکر. خواهش میکنم. لطف کنید. بر ترتیب مرد صالح، مرد خوشبخت همون است که زن صالحه خدا ترس خدا پرست نصیبش میشه. بنابراین برادر عزیز من، تو باید خیلی مواظبت باشی، مواظب خانمت باشی، قدرش رو بفهمی. مسئولیت تو خیلی بزرگ است، نه تنها من حیث شوهر بلکه من حیث تمام کسایی که او از آغوششان دور شده آمده پیش تو. بر ترتیب محفل با بسیار خوشی و با یک فضای محبت و صمیمیت پایان یافت. دعا کردن همه. چند ماه سپری شد. حتی من یک بار در بیرون دیدم او پسر همراه خانمش که حتی نقاب پوشیده بود. خواهر عزیز من، او کسی که در اروپا بعضی خواهرای ما هستن که اونا حجاب می پوشند، نقاب پوشیدن هم از خودش جرأت کار دارن. ما خدای نخواسته کسایی که حجاب می پوشند نمیخوایم اونا رو چیزی بگویم. اونا هم خوشها بالشان محجب هستن، محجبه هستن. اونا حکم اسلام وجا کردن، افتخار مسلمان ها هستن. اونا نمونه های زنده یک مسلمان هستن. در بازارهای غیر از اسلامی اگر میگردن با حجابشان با افتخار میگردن. ولی یک قدم دیگه پیشتر این خواهر نقاب پوشیده. بعد از چند ماه این پسر به دفتر ما آمد و گفت که من میخوایم که زن کنم. سبحان الله. من گفتم شاید من چیز درست نشنیدم. گفتم چی گفتی؟ گفت میخوایم که زن کنم. این بار دیگه درست فهمیدم که منظورش ازدواج بود. گفتم مگر خانم چی شد؟ وفات کرد؟ چه کار شد خانم؟ این گفت از پیشم رفت. سبحان الله. چقدر رنج آور است، چقدر رنج میده انسان. چیکار کرده آقا که خانمی با او اوصاف از پیشش رفته؟ دیگه طاقت سوال نداشتم که ازش پرسان کنم چرا، به خاطر چی. و من کفایت میکرد که بی کفایتی ای جوانه من احساس بکنم. خیلی سخت است برادر عزیز من.
هر کسی که شما هستین، هر جوانی که امروز یک زن صالحی خدا، ترس خدا پرست، متقی، پرهیزگار در آغوش تو هست، تو خیلی قدرش بدار، نازش بردار. اولادهای صالح به تو خداوند نصیب میکنه. پشت ممکن است هیچ کس تکمیل نیست. مردای ما شخصا خود ما خلاهای زیاده دارم. خانم ها مشکل می داشته باشند، مردا، شوهرها، اولاد. همگی ما انسان هستیم. انسان ها نیست که ما مکمل باشیم. اشتباهات و خطاها و لغزش های زیاد داریم. ولی که نمیشه که ما با چند تا اشتباه ما از صحنه زندگی ما یک کس را حذف کنیم. چه کار شد؟ در اینجا ما مردها را زیاد میخوایم متوجه مسئولیتشان بسازیم. شما رئیس خانه هستید. شما باید مدبرانه حرکت بکنید. شما باید که از خدا بیشتر شما بترسید. باز خصوصا که یک خانم صالحه با شما سر و کار پیدا کنه. هستن خانمای دیگه هم که سرکشی میکنن، آزار میتن شوهرایشان. و شاید هم زیادتر خانمایی که آزار میتن شوهرایشان و بیگفتی میکنن، اذیت میکنن، سفارشات از حد و اندازه بالا دارن، اینا خدا ترسیشان، تقوایشان ضعیف است. به این خاطر من توجهی که از شما عزیزا دارم این است که توجه شما رو میخوایم به این جلب بکنم که شما باید قدر خانم های صالحیتان رو بدانید. میریم به یک میان برنامه، بعد انشاءالله دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خانه های خود را قبرستان قرار ندهید، همانا شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده شود می‌گریزد. نحيا ونرشف من شذا. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر ارجمند، ما در یک شرایط قرار داریم که مجبور هستیم از این دین عزیز خود ما دفاع بکنیم، چهره واقعی این دین ما را معرفی بکنیم. نگذاریم هر کسی بیاید کارهای زشت خودش بالای این دین ما حمل بکنه. عالی آقایی که وقتی که با خانم، با او رقم خانمه که همون کافی بود که وقتی یک دختر آلمانی که عمرش در دور از اسلام سپری شده، یک بار خدا هدایتش کرده و این بالاخره چنان مطیع و فرمان بردار است که شوهرت من گفته که تو نقاب بپوش. پوشیده. همین کشوری که اروپایی است. در فرانسه که نقاب ممنوع است. خواهرای عزیز ما که نقاب میپوشن اونها رو جریمه میکنن، ولی اونا زیادش میراضی هستن، میگن ما رو جریمه بکن.
ولی نقاب ما میپوشم. بر ترتیب در ایجا وقتی یک کسی چنان فرمان دینش ببره، باز من بالای از اون من چی اعتراض وارد کردم میتونم جزی که ملامت خود ما بکنم. شاید با همو حالت که ما از خواهرای ما میبینیم اشتباهات دارن، من نمیگم که اشتباه ندارن، یک خلا دو خلا دارن، اما 10 خلا دیگه که دما هست او نیست، اونوش خود در نظر میگیریم. یک کسی پیش حضرت عمر رضی الله عنه آمد و از خانمش شکوه کرد و گفت که من میخوایم خانم طلاق کنم پس از مدت هایی که با هم زندگی کردن. حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین پرسان میکنن که چرا خانمت تو طلاق میکنی؟ میگه دوستش دیگه ندارم. سبحان الله. حضرت عمر یک صحبت میکنن که ما و شما شاید که در فکر ما نمی گنجه هر. حضرت عمر از اونو پرسان میکنن و میگن که آیا دوام زندگی، دوام ازدواج، دوام پیشبرد خانواده بعد از این سالهایی که با هم زندگی کردین، اولاد دارین، شما یک عمر با هم زندگی کردین، تنها دوستی میشه که این زندگی را خاتمه بده؟ اگر دوستی در بین نباشه؟ سبحان الله. تا حال ما و شما با می فکر هستیم که دوستی هست که این زندگی را ادامه میده. زندگی زن و شوهری اگر با محبت و دوستی نباشه دوام نمیکنه. ولی حضرت عمر رضی الله عنه اونا شاگردان پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم، اونا صحابه که همیشه در کنار رسول خدا بودن صلی الله علیه وسلم تا وقتی که دنیا را ودا کرد رسول خدا. همه درس ها را از اونا گرفتن، همه حکمت ها و همه برداشت هایشان از دردهای اجتماع بود. حضرت عمر فاروق میگن که آیا تنها دوستی است که زندگی زن و شوهری روی از او استوار است؟ در تو احسان، در تو قدردانی، در تو التفات اینا وجود نداره؟ رعایت خاطر در تو وجود نداره؟ کالی چون تنها حال دوست دیگه نداری میخوای زندگی رو خاتمه بدی؟ سبحان الله. چه درس بزرگ هست. بعض وقتا شما اولادتان شاید دوست نداشته باشین، اما چون اولادتان هست نمیتونین نور تنها بگذارین، نمیتونین نور رها کنین به حال خودش بگذارین که هر کاری که شود. بعض وقتا میگین که ما او را نسبت به این 2000 می بچه بسیار خوب بچه هست، این دختر بسیار نسبت به اولگیش خوبتر است، ولی هر دویش اولادتان است. در پایش یک خار بخلد در دل شما خار میخلد. این همسر شریک زندگیتان در یک بارش سر ماندین کتش، تنها حال پیر شده یا دیگه او نشاط زندگیش دیگه نمانده، یا او فرمانی را که قبلا میتونست عملی بکنه از شما را خاطرتان میخواست داشته باشه حال نمیتونه، حال تکلیف برش پیش شده. مروت شما کجا رفت؟ پاس حرمت قدر سالها کجا رفت؟ رعایت مادری کجا شد؟ این مادر اولادتان است. همه قدر قساوت قلب شما را میگیره، همه قدر احساساتی میشین. سبحان الله، سبحان الله. برادر عزیز من، خواهر عزیز من، بعض وقتا شوهرها با خانه میآیند پیشونی ترشی میکنن او خود تلخی میکنن، ولی پدر اولادتان است. خاطرش داشته باشه، با خاطر اولادتون دوستش داشته باشه. اگر دوستش ندارین با خاطر اولادتون احترامش دارین، با خاطر اولادش که زندگی بکنین. اولادتون خود دوست دارین، میخواین برای اولادتون پدرهندر بخرین، دشمن بخرین برش. سبحان الله. یا تنها میخواین زندگی کنین، دیگه از بس بیزار شدین از پیشش. پس ما این زندگی را که
نمیفهمیم چند ساعت، چند دقیقه، چند روز، چند سال ای با ما هستی زندگی. نمیفهمیم. نشه فردا چشم ما پوت شود. به این خاطر ما در این دنیای بی‌وفا باید خود ما وفادار باشیم، خود ما به هم دیگر حرمت داشته باشیم، خاطر خواه یکی دیگه ما باشیم. یک اشتباهی از یکی ما سبب نشود که دنیا تاریک شود برای ما، زندگی رو برای ما سخت بسازه. حال این سلسله هجرت هاست یا سلسله، اگر بعض وقتا آدم خوشش نمیاد که کلمه فرار یاد کنن، فرار از وطن. از یک نظام ناراحت هستن، نمیتونن با اون نظام بسازن، زندگی بکنن، زندگی سخت شد برشان، بیرون میشن. حالی اسلام عزیز یک صفت زیبایی برش سپرده که هجرت کردن. اینا از دیارشان مجبور شدن براین. اما این مجبوریت چی بود؟ اگر میخوایم در نزد الله قدر داشته باشیم، این مجبوریت ما مجبوریت عبادت بود. عبادت الله در اوجه کردن نمیتونستیم که برآمدیم. اما دیگر حالت ها هست، جان ما در خطر است، مال ما در خطر است. خب وقتی که ما میخوایم اینا رو محافظه بکنیم، وقتی که بیرون میشیم از اون جایی که خطر جانی، خطر مالی، خطر چند چیز دیگه ما را تهدید میکنه، آمدیم در یک جایی که فکر میکنیم امن و امان است، همون خطرهایی که در اوجه بود در اینجا نیست. خب پس در اینجا ما ممثل همون وطن هستیم، ما نماینده های از اون ملت هستیم. اگر اونها به یک دین منسوب هستن، اگر به یک کلتور و به یک نام و شهرت منطقه هستن، خب ما همون چیز خود رعایت چه بکنیم. یک خانواده پناهنده میشه در آلمان، اینجا هم که ببینیم چقدر به نام افغان یاد میشه. اگر ما بالاتر از اسلام چیز نداریم، پایینتر از او برای معرفت اقوام هستیم، ملت ها هستیم. پناهنده های سوری هستن، عراقی هستن، ایرانی هستن، پاکستانی هستن، ترکی هستن، افغان هستن. حال کلانترین جنجال در اینجا همین پناهنده ها که به نام از اون ملت یاد میشن. باز اگه خدا نخواسته یکیش اگر مسلمان بود یا نام اسلامی داشت، باز اسلام هم با او زمینه میکنن. یکی از خانواده های افغان ما وقتی پناهنده میشن در آلمان، در یک کمپ، در یک اردوگاهی می باشن، در یک لاگری یا در یک هایمه، اینا تا یک مدت می باشن، بعد از اینا را تقسیمات میکنن، به جاهای دیگه میفرستن. یکی از خانواده هایی که فامیل هستن، زن و شوهر هستن، اینا را روان میکنن از داخل کمپ یا از داخل اردوگاه به طرف خانه ها، خانه برشان میتن. اینا میاین در یک خانه زندگی میکنن و در همسایگیشان کسی هم هست که هم شاید پناهنده هست. خانم او همسایش دزد میگیره و پلیس خبر میکنن و یک ماجرا جور میشه. ببینیم که تلفن است. بله، سلام علیکم، برنامه رحمت است. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله علیکم سلام. خوب هستین برادر؟ الحمدلله خیر عزیز. بفرمایید، صدایتون شنیده میشه. از کجا زنگ میزنین؟ ما جرمنی زنگ میزنم. بفرمایید. ما از پروگرام شما یک سوال شنیدم به خاطر که گفتد یک مرد مسلمان که یک مونی عروسی کرده بود، خانمش به خاطر از او مسلمان شده بود، نقاب پوشیده بود. بله. باز ما گفتم نصیحت ما برای از این جوانای اسلامی است وقتی که خودشان در دین خود فهم داشته باشند، آگاهی از دین خود فهم داشته باشند، آگاهی داشته باشند، قرآن بفهمند، دین اسلام بفهمند، اونو میتونه که یک کفر عروسی کنه و یک کفر در دین خود دعوت کنه.
مگه اون کسی که خودش از دین خود آگاهی نداره اون وقت که آلمانی و روسی میکنه دین خودم سر از او پیدا نمیکنه، در دین از اون رفته نمیکنه. به اون صورت بزرگ زندگیشان خراب میشه. و آلمانی میگه وقتی تو مسلمان هستی کاری که میخوایی که در قرآن که برات نازل شده او را پیروی کرده نمیتونی، مرا چرا تو سرزنش میکنی؟ به اون صورت اینی آلمان اذیت پیدا میشد. بله بله، بسیار خوب خواهر عزیز، شما مطلب خوب را اشاره کردین، خدا خیرتان بده. دیگه هم چیزی فرمایش دارین؟ ما یک سوال دگم دارم که اکثر مردای که خانم خود از افغانستان میاره اینجا بر از اوی کدام ارزش قائل نیست، میگه وقتی که من پیسه برا نمیتونم کمک نمیکنم، اینمی دولت پیسه که میدید اینمی رو فکر کو که من میتونم این از جیب پدرت میته، از جیب بیادرت میته، کی برات میته؟ این دولت کرای خانه تا که میته، خرچ تا میته، مصرف تا میته، اینمی رو فکر کو که من میتونم. اگه ما آمدم میایم، اگه نامدم نمیم، زن است که نان میخوایی او میخوایی اینمی رو میخوری، چیزا بر جا میشه. دیگه چی میخوایی؟ یک ذره که از دین اسلام برای اینمی تو یک مردا که تعریف کنید که حقوق یک زن چی است برای یک مرد. از تانتیات تشکری میکنم و یک شب خوش و پروگرام خوب میخوایم برم. تشکر خواهر عزیز، لطف کردین، مهربانی کردین. شب شما بخیر، خدا حافظ. ولی متاسفانه ای هم یک درد دیگه در بین فامیلا هست که گفته خواهر ما مرد نفقه آور بیرون نیستیم و کمک هم که اگر دولت برمون میته امور هم با منت سر خانواده خود ما میخورانیم که هم از مروت و مردانگی خیلی دور است. احساس کمی در خود ما بکنیم اگر که ما خودمون نمیتونیم یک چیزی را به دست بیاریم و یا شرایط قسم است که ما را حکومت کار نمیده، یک معاش را برای ما مقرر کردن، پس این معاش احساس بکنیم که در غیاب ما این معاش داده میشه. اول خواست خداوند تشکری بکنن که خدایا ما را محتاج کسای دیگه که در وطن خود ما به چراغا میرن پشت خانه ها تق تق میکنن، در کوچه و بازار دستشان پیش میکنن، ولی ما با آبرو و با عزت یک چیز در حساب ما میآید. خدایا ما لیاقت از این لطف و مهربانی تو را داریم، خود ما را عیار بسازیم، از خدا تشکری کنیم، بندگی خدا را درست کنیم، این منحیث یک توفیق الهی قبول بکنیم، نه کس را منت کنیم، خصوصا زن و فرزندان خود ما را که نه ایره مبرد میتون. سبحان الله، این باز ناسپاسی میشه. او خانم خب میفهمه این حرفه، اولادا میفهمن که این خودت ندادی، یک کس دیگه میده. خود چرا خودتان در نظر اولادایتان خیر میسازین؟ این واسه که با اولادا بشین آدم مصلحت کنه که خیر امروز ما و شما دستنگر حکومت شدیم، دعا کنین که خداوند از این حالت بیرون ما کنه، خود ما سر پای خود ما ایستاده شیم، یک راه برش بسنجیم که ما چطور میتونیم با همت خود ما اولادهای ما با همت کلان شوند. اینا هم اینمی کمک هایی که حالا در افغانستان ما اگر کمک کردن، اگر که در اینجا کمک میکنن، همین کمک ها رو اگر واقعا ما این در خود ما یک خلا احساس نکنیم، باز ما مفخور میشیم، خدای نخواسته ما خیرات خور میشیم و هیچ وقت می تلاش نخواد کردیم که ما خود ما بریم با کف دست ما یک چیز پیدا کنیم، با عرق جبین ما یک لقمه نان حلال پیدا کنیم. بنابراین غیر از اینکه شما حق ندارین زن و فرزندتان منت کنین و بگوین اینه ما برات میارم، سبحان الله، شما با کدام کمالتان اینو میارید؟ با کدام بیل زدنتان اینو آوردین؟ همه که شما کتش آمدین همین کمال شما بود؟ این خانواده شما هستن، اینها را جای منت نیست. اگر منت میکنین کلگیتان باید خدا منت کنین، ملامت کنین که چرا ما به این حالت رفتیم. اگر نیک قضا و قدر الهی از شما در امت یک حالت قرار داریم، وطن ما به دست آدمای نااهل افتیده، اینطور سرنوشت شامل حال ما شده، کوشش کنیم که خود ما را از این حالت بیرون بکنیم. خواهر عزیز خدا خیر بده. و دوام صحبت ما ای بود که
حضرت عمر رضی الله عنه برای او مردی که حال دیگه خانم میگه دوست ندارم، ایلایش میکنم، او را منت میکنن، ملامتش میکنن، گوش کنی کار نکنی. ما در قاموس ما در حداقل در اوصافی که برای یک مرد هست، برای یک زن هست، اینا رو باید امو صفت‌های نیکش ما در خود ما پیاده بکنیم، داشته باشیم این صفت‌ها رو. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هستین استاد بزرگوار، ان شاء الله خوب هستین. مهربانی میکنین، بفرمایید. همس است مضمون چند شما را زحمت دادم. برادر عزیز من شمس جان، بفرمایید که اما یک پیشنهادی به شما داشتم. جان. به شمول خودم هیچ کدام ما از دین اسلام به او قسمی که خودکفا باشیم نیستیم، نمیفهمیم، معلومات کافی نداریم. باز خصوصا وقتی که در تلویزیون شما پخش میشه، خواهش ما است که باید ما متوجه باشیم، به خاطر اینکه در پای تلویزیون در افرادی هستن که اونا نمیفهمن از دین، نشه خدا اینا کرده که برداشت غلط بکنه. اون قسمی که خواری عزیز ما پیشتر از ما به شما زنگ زد، از گفت از اینا ما یک قسم یک مفهوم گرفتم، خصوصا از امو بخش اول سخنای از اینا که گفتن که در آلمان کسی بود که عروسی کرده بود و کسی دیگه را مسلمان ساخته بود، در حالی که در دین اسلام اما قسمی که ما و شما بهتر میفهمیم اصلا نکاح کردن با مشرک جایز نیست، جایی نداره، ولو که تو داناستی، نافام هستی، پروفیسور هستی یا هر قسمی که بر سوی که هستی. و چی باشه که اهل کتاب در شرایط فعلی ما باید بسیار واقع‌بینانه فکر کنیم که ما مسیحی حاصل نداریم. بسیار باشه در قاط هزارها نفر یک نفر نظر به حکمی که الله کرده ما بتونیم با او عروسی بکنیم، هم شرایط خاصی داره. چی برسه با همه کسایی که به نام مسیحیت کلشان مشرک هستن، اصلا با دین اعتقاد ندارم. ما گاهی اوقات با اینا بس میکنم، در ابتدا میگن مسیحی هستم، وقتی که سخنهای ما به درازا میکشه از اون مسیحی بودن خودم اینا صرف نظر میکنه. فقط خواهش من امیس استاد بزرگوار که با کمال احترام به شما وقتی که خواهرای ما یا برادرای ما سخنهای میزنن که اون مطابق دین نیست، باید شما او را درست بسازین، اصلاح بسازین. در غیر از او کسایی که در پای تلویزیون هست، نشه خدای نخواسته که اونا برداشت غلط کنن و اونا همین کار گاهی اوقات عملی بسازن بالای خود. بسیار تشکر برادر عزیز، لطف کردین. این تذکر شما یک نصیحت بود برای ما و برای همه عزیزایی که صحبت میکنن. منتها ما این صحبت ها را قبلا هم کردیم و در این صحبتی که خواهر عزیز ما کردن فکر میکنم مطلبشان ای بود که یک کسی که با یک آلمانی که ازدواج میکنه یا با یک مسیحی یا با یک کسی که در آلمان است، اگر اونا کافر ذکر کردن، من اشتباه کلماتشان فکر میکنم. طبعا شما دین ما اجازه نمیده که یک مسلمان با مشرک یا مشرکه ازدواج بکنه، ولیکن ما بر حساب نام اهل کتابی که در قرآن توصیفش میکنه خداوند که اینا همی خدا و پسر خدا و روح القدس اینا را به سه چیز یاد میکردن. خداوند اینا را بازم اهل کتاب میگه. در اینجا علما امی اهل کتاب کسی را میدانن که اینا کلیسا میرن و به می انجیل تحریف شده اعتقاد دارن و اینا به نام دینی که به نام مسیحیت هست به می باور هستن. علما در اینجا در این توافق نظر دارن که اهل کتاب اینا هستن. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله به می عقیده بودن، حالی که دیگه چی دارم اونا تحریفات کردن که حتی هم جنس بازی و فلان چیزا را اینا از خودشون حال فتواها دادن. این یک جای جدا از این گپشون است، ولیکن باز هم شرایط را وضع کردن که یک مسلمان آسان یک مسیحی را گرفتن نمیتونن، خصوصا در کشورهایی که ما اقلیت هستیم. اگر در کشورهای خود اسلامی علما تاکیدشان به می است اگر در یک مسلمان نیست، هیچ دیگر راه نیست، شما مجبور میشین ازدواج بکنین، که او وقت با اهل کتاب باز او وقت هم شما باید خیلی پخته بندی بکنین. نشوه که این عقد شما مثل عقد بین خود از این آواره باشه که هر لحظه بتانن شما را از زندگی خود بیرون کنن. و شما وقتی اولادهای از او خانم داشتین که اولاد که از شما نطفه یک مسلمان به دنیا آمده،
پس اینا اگر در دامان مادرشان به مو کفر و مسیحیت بگویم یا به مو اهل کتاب بودن خودش باقی بانه و از آغوش شما را جدا کنن و فردا اونا همگی بر ضد اسلام جبهه‌گیری بکنن، وقت شما سخت مسئول هستید. به این خاطر ازدواج با اهل کتاب ولو اجازه هست ولیکن آسان نیست. در این صحبتی که من داشتم، او خواهر ما مسلمان بود، مسلمان شده بود، چنان مسلمان شده بود، چنان دین برگزیده بود که بالاخره به دستور شوهر خودش او نقاب پوشید. طبعا اگه در از علما، طبعا بین علما همین مشکل هست یا همین یک اختلاف نظر هست که حجاب و یا نقاب در یک بحث جدا هست. بر ترتیب ما در روی اختلافات داخل نمیشیم. بنابراین او خانم هم وقتی که معرفی میکردم که این برادر عزیز من که او را نتونست نگاه بکنه، او خانم مسلمان بود. بنابراین ما از عزیزای ما که خدا نخواست اگر برداشت اشتباهی میکنن و ما باید رو تذکر بدیم، گپ شما درست است که ما اگر اشتباه فهمیده میشه یا سوء تفاهم میشه ما اونا را اصلاح کنیم که خدای نخواسته برداشت غلط نشود. ما در بعض مطالبی که در رابطه با همین زندگی مشترک خانواده هست باید خیلی توجه بکنیم که اسلام عزیز ما خوار نشود، شریعت خوار نکنیم. ما اگر شما عزیزا را در پای تلویزیون میشونیم و پرگویی میکنیم، قصد اصلی ما همین است که یک زندگی با عزت داشته باشیم، عزتی که هم در دنیا و هم در آخرت نصیب ما شود. در خانه ما حداقل چند صباحی که زندگی میکنیم در یک فضای با سعادت زندگی بکنیم، کشمکش در داخل ما نباشه. ما وقتی در داخل خانه ما کشمکش داشته باشیم، ما نتونیم کشمکش داخلی خانه ما را حل بکنیم، ما از کوچه ما را حل کرده نمیتونیم، از مملکت ما را حل کرده نمیتونیم. به این خاطر ما یک نسل فداکار و یک نسل مجاهد کار داریم که جهاد اولیش در خانهش باشه، با نفس خودش جهاد کرده باشه، با سر زبان خودش حاکم باشه، بر دستهایش حاکم باشه، به تمام جوارح خودش حاکم باشه که ثواب پیش خداوند عزیز جوابگو هست. حال باز به یک میان برنامه میریم، دوباره برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقام إلى. ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه فرمودند خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دو مرد یاد شد که یکی از آنها عابد است و دیگری عالم و دانشمند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برتری دانشمند بر عابد همانند برتری من نسبت به پایین‌ترین شماست. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا الله و فرشتگان و اهل آسمان ها و زمین و حتی مورچه های داخل لانه و ماهیان داخل دریا برای معلمی که به مردم نیکی می آموزد دعای خیر می کنند. و بنوره تصفو الحیاة. قد سار فی درب النبی صحب و اشراف قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف
أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از او خانواده‌ای که پناهنده بودن یک قسمت صحبت کردیم. اینا را بالاخره جنجالشان به پلیس میفته که پلیس همسایه را اینا چون دزد گرفتن، بالاخره پلیس مداخله میکنه و سر و صدا بلند میشه. بر ترتیب یک دوسیه بر از اینا میاندازن. چند روز بعد درگیری داخل خانه همه خانواده افغانی که پیشتر دزد گرفته بودن همسایه‌شان، در بین خودشان کشمکش واقع میشه. همسایه ها پلیس خبر میکنن و در اینجا واقعی شده که تاریخی است. در اروپا ما از رد خوردن خانما میشنویدیم. این دفعه خانم دست بالا میکنه سر شوهرش رو تا که میتونه شوهر خدا لط و کوب میکنه، تا که همسایه ها به داد مردکه میرسن و پلیس میایه. بالفعل خانم میبینه که در حال حمله است بالای شوهرش. بالاخره دوستی از اینا را تکمیل میکنن و پس اینا را از خانه بیرون میکنن که شما دیگه لیاقت زندگی در بین خانه ها را ندارین. پس اینا را به یک کمپ دیگه انتقال میتن یا به یک اردوگاه دیگه. در اوجه هم یگان کسی میگه چرا اینا از خانه پس آمدن به اردوگاه؟ اینا نام کشیدن در بین مردم که این مرد بیچاره را هر کسی میگه که همین مردی است که زنش زده، اینا خانمش را کوب کرده. اون مرد بیچاره در بین اجتماع سرافکنده شده. حالا هم بیچاره حیران است که در این بدبختی که سردوچارشان شده که بی خانه شدن و بی وطن شدن، حالا قریب است که خانهشان هم ویران شود. خدا از دست این خانم ها هم مداره در پناه خودش داشته باشه. چقدر جهالت است. ما وقتی که همین دست ما و زبان ما اینا رو در کنترل ما نباشه، ما زبان سبز میگفتیم زبان سرخ سر سبز دهد برباد. حالا سبحان الله چیکار کنیم؟ بر ترتیب وقتی ما بشنویم این حرفا را، این در اخبار بیرون شود، در مطبوعات پخش شود، من حیث یک مسلمان، من حیث یک هموطن افغان، ما خجالت میشیم. ما هم همینطور زیر سوال میریم. حالا عرض پیشتر ما این بود که وقتی که ما به نام یک ملت میاییم در اینجا پناهنده میشیم، در جایی که ما انگشت شمار هستیم، هر کار ما را اینا میبینن. با چشم اگر نمیبینن با ذره‌بین میبینن. خب میبینن. ما وقتی که خود ما را اینجا مظلوم معرفی میکنیم که از یک نظام ظالم ما فرار کردیم، ما باید افراد خوب از جامعه باشیم که او نظام از ظالم وقتی معرفی میکنیم، نابکار معرفی میکنیم، پس خود ما آدمای شایسته و لایق بودیم، نمیتونستیم تحت از اون نظام زندگی بکنیم، فرار کردیم. اخلاق خوب ما، روی خوب ما، اینا همگی نماینگر همو حالت آمدن ما را نشان میدن که ما باز خود ما را حق به جانب بدانیم، دیگرها را ملامت کنیم که بله در اون نظامی که آدم کشی بود، در اون نظامی که بی‌عدالتی بود، فلان بود، من نتونستم زندگی کنم، آمدم به آغوش شما و در اینجا من او اخلاق و شایستگی را نداشته باشم. شما را به خدا از آمدنتان چی احساس کردیم؟ جوانای ما یک دمتون آمدن، ببینیم جنگ است. چند روز پیش یک کس آمد، چند وقت نمی آمد، میدومشان، باز یک مدت اینا غایب شدن. بالاخره وقتی آمدن گفتن که ما پیش از رمضان یک گفتگو شد بین ما و یک سیاه پوست، درگیر شدیم، پلیس آمد مداخله کرد، مرا گفت که تو حمله کننده اول تو هستی، تو آغاز کرده جنگ هستی، برای 3 ماه بردن بندی کردن شما رو با خدا. جوان ما او قسم باشه، خانواده ای رقم باشه، ما چی کار میکنیم؟ این حالت بر ما حالت اسفبار است. حداقل وقتی که از او کشمکش های بیرون، جنگ و پهلوانی ها فرار کردیم، آمدیم در این دیگه حال خود ما را جور کنیم.
هر کدام ما دست به خانه نماشیم. در این سرزمین چی هست که از این ما استفاده کنیم؟ یا درس از علم از که در افغانستان ما نبوده، در کشورهای خود ما نبوده، امنیت نبوده، آمدین شما در امان اینجا هستین، خیلی برین یک چیز کمایی کنین و او وطن بیچاریتون پس برین امور ببرین، یا یک چند قران حلال پیدا کنین، کار کنین، زحمت بکشین، ببرین امور. وقتی که او کارم نکنین، درسم نخوانین، شما همو جنگ را که در اوجا میکردین، خیلی شما کسایی بودین، جنگی هایی بودین که در اوجا ملت به خاک و خون کشاندین، حالا آمدین در ایجا همون کارتان رو دوام میدین. چی میخواین شما؟ کی تا با کی؟ یک جای نقطه یک استاد باشه، خو یک کس بگه میشین در جای. سر و کار شما با مساجد باشه، سر و کار شما با اداره هایی باشه که شما با اونا آل دست کمک پیش کردین که با شما کمک کنن. سبحان الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر، صدای شما شنیده میشه. از کجا گپ میزنین؟ از فرانکفورت صحبت میکنم. بفرمایید. خواهر ماجر شما هستم. من مثل دیگه خواهرای شما، برادرای شما، من تا دوست ندارم که شکایت کنم. واقعا از این وضعی که گفته ما و شما که برادران ما یا خواهران ما کم ذره کوتاهی میکنن به ماجرا. بله بفرمایید خواهر، شنیده میشه صدایتون. شما صدای خودتان نشنوید، از تلفن صحبت کنید. بله، من زیاد رنج میبرم، خود فعلا داخل کم زندگی میکنم. یک سلسله کارهای ما به داخل کم میبینم که واقعا باعث رنجم شده، زیاد رنج میبرم. بعضی از خواهرام ما که میایم داخل کمپا هستن یا برادرام ما، من دوست ندارم که شکایت کنم در قبال از اینا چیزی بگم، چون من دوست دارم که از طریق شما یک چیزی بگم که دیگه دوستان ما بشنوم، خواهرها برادرها بشنوم. افغان ما از اینا خواهش میکنم که وقتی به افغانستان ترک میکنم، ما و از اینا که هستن، مثلا ما و شما افغانیم، یک حالت به افغانستان ما داریم که واقعا اسدباره، واقعا رنج آوره. جوانا ما پراکنده شدن، مشکلات ما زیاده. وقتی که پناه میاریم به یک کشور خیلی عنعنات ما، کلتور ما فرق میکنه با کشور ما. شما مسلمانیم، اهل کتابیم، اهل قرآن اینا. وقتی داخل همی کمپا میشم برادرم، واقعا آدم رنج میبره. یک سلسله بی ایجابی ها به وجود میآیه، بی بنده‌وری ها به وجود میآیه بین زن شوهرها، خیلی بی بنده‌وری به وجود میآیه که واقعا آدم رنج میبره. باز من همیشه فکر میکردم، چون دوست ندارم که همیشه انتقاد داشته باشم، بازم من از این طریق برنامه شما دوست دارم که شما نصیحت کنیم، چون کسی هستن که من همیشه وسایل حق نگاه میکنم، برنامه شما میبینم، خیلی دوست دارم که از طریق شما نصیحت کنیم این خواهرای برادرای جوانایی که میایم. نقل شما بگیم برای از اینا. من خود من به حساب اگه میشنوم، دوست دارم از زبان ما بشنوم، از زبان شما بشنوم، از زبان فرد دیگه بشنوم. این کلتور و عنعناتی که ما داریم، واقعا مسلمانیم، پیرو به دین محمدیم، نباید ایجاب خود از دست بدیم، نباید کلتور خود از دست بدیم. واقعا داریم رنج شده، خیلی رنج میبرم. حتی خود من ایجاب میکنم، هنوز هم احساس میکنم که من ایجاب ندارم، چون وقتی که خواهرها خود میبینم واقعا باعث رنجم میشه. از شما خواهش میکنم از طریق تلویزیون وسایل حق به گوش از خواهرها برادرها برسانه، به خانواده ها خود نبود نکنم، چون از اول زندگی که وقتی که داخل کم میشه، شروع همی به سختی و مشکلات داخل کم شروع میشه تا سرانجام به جدایی و مشکلات ها دچار میشه. متاسفانه. بسیار تشکر خواهر عزیز، شما را خداوند از این مصیبت ها خلاص کنه و مثل شما همه عزیزایی که به این کشور آمدن پناهنده شدن، خداوند در پناه خودش همه را نجات ببخشه. بسیار تشکر، لطف کردین خواهر عزیز من. ما جمعی علیه السلام در حفظ امان خود نگاه دارد.
شما را خداوند موفق داشته باشه که موفق هستیم، سربلند هستیم. خداوند سربلند و موفق‌تر نگاه داره. شما با شما عزیزان یک جا. به سال حق برادرای دینی ما سلام عرض ادب به جناب دارم. خداوند اینا را موفق داشته باشه. به زود قامت کشا عشق و ادای اهل سنت که به شهادت رسیدن، خداوند جنت الفردوس جای جناب کنه. آمین یا الله. زنده باشین. تشکر از برنامه خوب شما. بسیار تشکر خواهر عزیزم با از احساسات نیک شما. خداوند دعایتان در حق همگی ما قبول بکنه، خصوصا این شهدای عزیز ما را که نظام غدار خائن قم اینا را نامردانه به چوبه های دار کشید. خداوند انتقامش از اینا بگیره. امروز که در پهلوی تمام دشمنای اسلام قرار دارن و قطع و قلع سرهای مسلمان ها، اینا هیچ سبحان الله ترحم ندارن. از یک دشمن سرسخت مسلمان هم کرده اینا دشمن تر شدن. خداوند چهره هایشان افشا بکنه. خداوند از دست ای آخوندهای دروغگوی منافق ای امت مسکین مظلوم ایران هم نجات ببخشه. همون شیعه های عزیزم از دست از اینا نجات پیدا کنن. اونا را سحر کردن، جادو کردن. اونا هم احساس مسئولیت کردن نمیتونن که چرا این کشتار است، چرا این در پهلوی کفار شما قرار گرفتین. حالت سوریه، عراق، افغانستان چی توطئه های شومی است که اینا در مطرح میکنن در عالم اسلام. خدا از شرشان این امت نجات ببخشه. بسیار تشکر میکنم خواهر عزیز. واقعا دردهای ما خیلی زیاد است. همین کمپ ها هم از دست همین شیطنت همین دشمنای اسلام که کمپ هایی که در بیرون مرزهای ما از در بیرون کشورهای مسلمان است اینا را پر کردن. اینا همه توطئه های از اینا هست. در کشورهای ما ناآرامی ایجاد کردن. سوریه را به خاک و خون کشاندن. این آخوندهای خدا نترس در پهلوی روسا، در پهلوی اروپایی ها و غربی ها به خاک و خون کشاندن ملت. و عراق چی داد و بیداد میکنن؟ مسجدها را ویران کردن. و اینجا کمپ ها را آباد کردن. این خانواده ها بیاین در این سرگردان شوند، لالوان شوند. در دریاها چقدر کشته دادن این مهاجر بیچاره پناهندگی که در دشت‌ها و در جنگل‌ها اینا تومی گربه ها شدن. چقدر اینا دزدها برد، چقدر از اینا سبحان الله. این فساد کسایی که مطرح کردن خدایا انتقام از اینا رو تو از اونا بگیر. و واقعیتش همی است که خواهر و برادر عزیز من هستن الحمدلله مثل شما خواهر عزیز من در همین کمپ ها ما شاهد هستیم. خواهرای عزیز داریم که اینا محجبه هستن، در تراویح در نمازها شرکت میکنن. جوانهای عزیزی بودن که اگر در افغانستان به دین و قدر پابند نبودن اینجا آمدن، آخرین قلی فتوحات غرب وقتی دیدن این کاری که در اینجا اینا میکنن، این ملت هایی که با این نظام ها مسکین اسیر ماندن، با عزتشان، با آبرویشان، با اخلاقشان بازی کردن، اینا رو وقتی که میاد یک مهاجر، یک پناهنده میبینه یک بار به دامن اسلام میچسبه. ما هم امروز در نماز جمعه ما جوانهای خردسال آمده بودن. خداوند اینا را حفظ بکنه. دلهای ما تازه میشد با دیدن چهره‌های مبارکشان که اینا در صفهای نماز جمعه ایستاد میشدن. اینا پناهندگان بودن که آمده بودن. امروز در کمپ ها هستن. خدا پدرکا و مادرکایشان چقدر داغدار شدن. این نظام های فرسوده و پوشالی تحمیلی که در کشورهای ما حاکم شدن این خانواده ها را تباه کردن. بازم الحمدلله که شما خواهرها هستین. دل شما برای اسلام میسوزه. خدا حفظتان کنه. شما هم مسئولیت دارین که برای اصلاح همون ماحولی که شما زندگی میکنین اونا را با یک حکمت، با یک زبان شیرین به طرف دینشان، به طرف سعادت و خوشبختیشان بکشانید. واقعا که ما امروز در یک امتحان کلان قرار داریم. ملت های ما از مصر شروع کنین ترکیه را که قریب بود به خاک خون بکشانند. خدا شرماندشان. امروز الحمدلله مسلمان های ترکیه امروز با عزت زندگی میکنن. خداوند در هر توطئه‌ای که به علیه مسلمان ها میکشن دشمنان اسلام، خداوند توطئه را همیشه به علیه خودشان بگرداند. خداوند ما را هوشیار بسازد، دوست و دشمن خود ما را بشناسیم. ما در اینجا یک
مطلب از یک عالم صحبت میکرد که از یک زبان یک مرد قسم میکنه. میگه مرد بود وقتی میرفت و بستر خوابش دراز کشید ولی خوابش نمی آمد. دید خانمش در آشپزخانه مشغول است، تب تلاش داره، میخواد ظرفا رو میشویه و شبم ناوقت شده. میگه این مرد با خودش فکر کرد، چرتی شد که این خانم چی میخواه، قدر تب تلاش میکنه. هیچ خسته نشد از صبح تا شام که در غم اولادها بود، جارو کردن بود و جمع کردن بود و شست و شو بود و آخرین دقایق است که این باید خواب کنه، ولی خوابش حرام کرده در آشپزخانه است. باز جمع جور میکنه، ظرفا رو میشویه، جا به جا میکنه و این کار با بسیار شوق میکنه، با اخلاص میکنه. هیچ صداش نمیبره، ما را منت نمیکنه که شما هم هستین در این خانه، بیاین یکیتون دستتان پیش کنین، کمک کنین. هیچ، اصلا متوجه کار خودش هست. میگه این مرد با خودش میگه این زن از من چی میخواه که اینقدر خودشه و زحمت هم داخته. با خودم میگه من گفتم که شاید همین نان و کالا و آب که من برش میارم از خاطر از همین اصل بدید زحمت کشی و ازی. باز میگه پیش خودم فکر کردم وقتی که خانه من نامده بود، خود خانه پدرش بود، این چیزایش خودم خانه پدرش هم برش مهیا بود، شاید اینقدر زحمت کال بر من میکشید در خانه پدرش نمیکشید. باز میگه پیش خودم فکر میکردم خدایا وقتی اینا با می اخلاص با می تو شوق زحمت میکشن، کار میکنن، تب و تلاش دارن، باز پاداششون هم از ما خودش هم میگه مرد که من یه اخلاقی که دارم. و باز هم میوازی که از این خانم تشکری کنم، بازی را یک پتکه و یک غالمغال و یک دشنام هم میتونم. بعض وقتا هم پیش میرم که یکان وقت دستمون بالا میکنم، یک چیزی هم ضرب و لطکوبی هم میکنم. خدایا میگه پیش خودم سوال کردم از خودم که این چی مردانگی هست که تو یک کسی با این حالتش در خدمت تو هست، پاداش خدمات از او همی است که من میکنم. بالاخره سر فشار آمد، آخر گریه کردم. میگم این عالم از قول ایزی مرد قسم میکنه. میگه مرد وقتی حالت خانمش دید و حالت خودش با هم مقایسه کرد، وجدان انسان اگر بیدار باشه یک بار خود محاکمه میکنه. میگه گریه کرد، مرد گریه کرد. بعد میگه از جایش بیدار، 6 بالای بسترش 6 دست بالا کرد که خدایا مرا ببخش، این همه لطف و مهربانی تو هست، تو با محبت یک خانم نازنین لایق دیدی که در خدمت من هست، عزت من میکنه، حرمت من میکنه، کار من میکنه، مزدور ما هستی و از من هیچ چیزم تقاضا نداره. سبحان الله. میگه وقتی پیش خودم حساب کردم که این لطف الهی است که با شامل حال من شده. همه خداوند دوست داشته که یک کسی را در خدمت من قرار داد. پس من چی کار هستم؟ یکی باید من از الله من تشکری بکنم، بعد از برم این خانم عزیز خودم من ازش قدردانی بکنم. شما رو به خدا اگر خانم همتون میکنه قدر شوهرش نمیفهمه، شوهر تا شام در کوچه و بازار زحمت میکشه به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان. وقتی خانم شما سرش داد بزنید کمی، تو مرد نشدی که یک میوه با خودت می آوردی، تو مرد نشدی که یک روز یک پیران می آوردی، تو مرد نشدی که یک روز فلان چیز. نکنین، آزار ندید، شکر کنین که خدایا شکر که مرد عزیز من هست که میره در آتش میزنه، خودش نان حلال میاره برام، اگر کم میاره خود حلال میاره، دزدی نمیکنه، اختلاس نمیکنه، به یک جرم دیگه خودش نزده که برام یک لقمه نان. یا رب تشکر میکنم از الله. و وقتی شب خانه میه این شما باید به استقبال کنین، با آغوش گرمتان بگیرینش، دستکایش چاپی کنین، شانه‌هایش چاپی کنین، اولادها را در دورش جمع بکنین که بیاین از پدرکتون تشکری کنین، بیاین پدرتان در آغوشتان بگیرین. این پدر نازنینتان چقدر زحمت کشید آمد. و یا اگر شوهر عزیز وقتی کار خوبی داره، زحمتش کمتر است، میایه به خانه ببینه خانم تکه تکه شده،
خانم چقدر زحمت کشیده، اولادکا هم به فرمان هستن، میدون دور مادرشان یک بشقابه میاره، یک چیزی رو میگیره. ای شما چقدر خوشبخت هستین. بیاین یک تشکری کنین، بیاین اون رو در آغوشتان بگیرین. این زندگی چند روز از سپری میشه. شما مسئولیت داریم، خصوصا ما با رئیس های فامیل ها میگم که مردها هستن، مسئولیت شما خیلی زیاد است. شما خیلی مدبر باشین، خیلی صبور باشین، خیلی محتاط باشین، زود از احساساتتان کار نگیرین. یک نابسامانی، یک جنجال در خانواده اگر این بسیار با دقت حل کنید، با حکمت حل کنید. شما میشنوین هر روز یک خانه ویران میشه، یک خانه ها ویران میشه. کسی تلفن میکنه که ما با خانواده جنجال داریم، نمیتونیم با هم سازش کنیم، نمیتونیم با هم کنار بیاییم، ما میاییم در رابطه با طلاق با شما مشوره میکنیم. سبحان الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیزم. الو. بله بفرمایید، صحبت بکنین. الو. صدای شما نمیآید، شما لطفاً صحبت کنید. ما در برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، از کجا صحبت میکنین؟ بله از نروژ زنگ میزنم، خیلی درد دارم، شیر احمد محمدی هستم. بفرمایید برادر عزیز. از ولایت هرات. بفرمایید برادر عزیز من. از مادر به دنیا آمدم، یک دست دارم، به سن 10 ساله یا 12 ساله بودم، زیر بمهای خطاکار روز پدر خورا دست دادم. اون توانایی نداشتم که به مکتب برم، به هیچ زبانی نمیتونم که یک میلدینگ یا به زبان مادری یا به دیگر زبانها بنویسم. از درد دل خودم و بقیه عزیزان که حقشان زیر پا شده یک شعر کوچیک درست کردم. امیدوارم که علت ازی که سواد ندارم اشتباه نشده باشه. شما برادر عزیز من، شما نور دیده ما هستین، بفرمایید شما بخوانین. و 2009 آمدم به کشور نروژ، بعد از 5 سال، بعد از 480 ساعت اعتصاب غذایی، بریم بعد از ترک خاک، بسیار شرایط سخت که هیچ توقع نمی رفت به این کشور به این رقم برخورد بشه. بریم پناهندگی داد که حال هیچ احساس خوشی ندارم، هیچ احساس خوشی ندارم. 1 ساله که به اونا میگم که دوست دارم که به ساعت 4 سر مربوط برم، یک کس پیداش مر قربانی بکنه، از قلب دل از صمیمانه دوست دارم که یک کسی باشه که همین به اینترنت بنویسه، به خاطر از این که دیگر کشتار بس بشه، دیگر انسانهای بیرم یک کم توجه کنم به حقوق دیگر انسانها ارزش قائل بشم. فقط به خاطر از این دوست دارم که سر 4 مثل حضرت اسماعیل که به جلو پدر حاضر شد که قربانی بشه، من به عنوان یک پدر تصمیم گرفتم که 1 سال میشه که انشالله اگر خدا بخواه به خاطر فرزندان عزیزم و شما دوست دارم که جان خود را قربان کنم. امیدوارم یک کسی پیدا بشه که همین جمله به اینترنت بنویسه و هیچ ناراحت هم نیم. الحمدلله راضی هستم به تمام عمر خوب، الحمدلله خاطر خوش ندارم. یعنی یک آدمی هستم که با تمام وجود سختترین کار انجام میدادم به افغانستان. دوست نداشتم که برم دست به گدایی بزنم،
بسیاری داریم ما و شما انسان‌های به دنیا از گشنگی میره خو میشه، دوست نداره دست به گدایی دراز بکنه، از گشنگی سالها و سال مثلا عذاب میکشه، رنج میبره، دوست نداره بره دست به گدایی دراز کنه. امروز به سر تا سر دنیا انسان‌هایی که لباس نداره بپوشه، کودکایی که غذای نداره با حالت نرمال شکم خود سیر کنه، اونا هم به این کره زمین حق مسلمشونه که با حالت نرمال زندگی بکنم. متاسفانه قدرت دنیا به دست بعضی از انسانای بیرم افتاده که نمیخواه انسانا با حالت نرمال زندگی بکنه. او انسانی که به سر تا سر دنیا اگر مسلمون اگر غیر مسلمونه، اونا هم حق زندگی نرمال داره، حق این داره که با حالت نرمال شکم کودکا خورسیر بکنه. این کره زمین به فقط برای بعضی از انسانای دیکتاتور و بیرم ساخته نشده. این کره زمین به تمام امکانات و تمام همه چیزی که داده پروردگار عالم برای همه ما انسان ها داده، نه برای بعضی از ما انسان ها. همه ما انسان ها حق داریم با حالت نرمال از این کره زمین استفاده بکنیم، از این موجودات. امیدوارم که صدای مر انسان های بیرم بشنوه. امیدوارم که اگر خطای از ما سر زده از تمام موجودات زنده، ما عذرخواهی میکنم، معذرت میخوایم به این دلیل که ما اگر برا رفتون که حتما شده ای کار، مورچی هم به زیر پام شده، او هم حق زندگی داشته. ما تمام موجودات زنده همونطور که گفتم معذرت میخوایم. امیدوارم که مر ببخشم و شروع میکنم اون پارچه شیره که درست کردم. صدای مر با آقای انصاری با دیگه شبکه ها سلام مر بسیار زیبا و بسیار فراوان برسونیم. شما را خداوند خیر بتاش. شما دوست دارم اجازه بدیم، وقت شما گرفته میشه، درد زیاد دارم. تقریبا 1 دقیقه وقت ما مانده. اگر شما حال نتانستین خیر است در برنامه دیگه ما شما حاضر شوین همین تمام چیزتان بخوانین. ما برای شما وقت زیاد میتم برادر عزیزم، ما با شما شریک هستم در این مطلب. من بسیار زنگ زدم، بسیار کوشش کردم، ولی خب همونطور که گفتم سواد ندارم که ما با شما مسیج یا میلدینگ بنویسم. شعر میخونم به عجله. ببینیم بر سر دنیا چی حاله، گاه جنگ و گاه بمباره های، بریم با مسئول دنیا بگوییم که حقوق انسان ها زیر پایه. نمیخوایم ببینم این ستم رو، اگر قدرتی به دنیا میداشتم نمیداشتم که انسان کشته بشه. انسان ها برای ما عزیزه، اگر اسلام اگر هر دینی باشه، خداوند دوست داره جنگ و کشتار، خداوند دوست داره انسان پاک را. بیاییم صلح و اشتی هم بسازیم، صلح و اشتی محبت میاره. ما بسیار عذر میخوایم از برادر عزیزم، خدا کنه برنامه دیگه اینا تشریف بیارن. ممنون. چراغ سرخ شد برای ما که پروگرام قطع شده. خداوند به همه شما، خداوند انتقام همه مظلومان را از این ظالما بگیره و شما را به خدای حق میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا.
وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.